برام اومد خانم خدا برای تو چی کار کنی؟ تو میگی خدا مگه بلایتی سر ببرده تو چری بگم مرده تو میگی قشنگ گوش بدن تو وقتی میگی گوش ندی من چی بگفتم؟ من گفتم خدایا چرا بلای خودم سر بردم چرا نگاه بکن همون اشان کار خودمه خودت کاشتی بابا؟ آره دیگه اشان خودم هم گوشتم و دیالن میکردم اشان خودم کار نگاه بکن پیاز دختر نگاه بکن چی پیازی سیر اشان محلی نه نوسو ولی ببخشین بچه ها من یه جانی دادم تازه که سکته کرده بودم خوب شده بودم فقط دست راستم لرزش داشت دیگه به اکرم گفتم والله به خدا اکرم جایی یه نفر از آلمان برام زنگ زده بود دوست من بود با یادت نرم یه چیزی بگی قرار نبود بهشون بگی که به دوستان بگی از ما دنم از دخترم حمایت کنی تا اینه تشکر کنی که همچین چیزی براتون ویدیو میگیره تشکر کنید از من عادی حقیقت دیگه و تشکر بگم که ستاره علیزاده وقت میذاره براشون وقت ویدیو میذاره میگیره برای اجی باغ و به به چه غذایی درست کرده مامان. سلام بچه ها چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز همونطور که خودتون اصرار داشتید با مامان آموزش بذارم مامان قراره یه غذای گیلانی خوشمزه آموزش بده که قولش هم بهتون داده بود. سلام علیکم حال شما خوب هستین؟ خیلی ممنون سلامت باشی خیلی ممنون که محبت دیدی مری بابرسیدی خیلی ممنون آره خیلی میپرسم. بعدا امروز قیم سیر قلیه چه کنم سیر قلیه بیشتر کسان لپه میرزن حتی پسر بزرگ منم که انگلیسی هست اون لپه دوست داره ولی من نه من سیر اول سیر میشورم برگ سیره بعد قشنگ اونو خورد میکنم بعد تو تابه سرخ میکنم نه زیاد اونقدر سرخ بکنم که مثلا مزش بره یه چی میگن کم سرخ میکنم کم سرخ میکنم بعد فلفل در جوی نمک روغن بعد 5 تا تخم مرغ میریزم بستگی به سیرم داره شاید مثلا سیر مثلا باشه بعد اول مرغ میذارم میپزه اونا رو که آموزش رو بدن میدی. آه. آره فقط وسایلاشو میگی. سیر بود برگ سیر بود برگ سیر تخم مرغ حالا 5 تا 6 هر چقدر دوست داشتین بعد زرجوی فلفل و نمک روغن خود مرغ چی؟ مرغم هست آره لپه هم داره ولی مامانینا دوست ندارم حالا یکی میریزه یکی نمیریزه دیگه هیچ جدویه دیگه ای نداره نه دیگه هیچی نداره خب. نه این برگ سیر الان فصلش هست چون مامان تو فریزر داشت بچه ها امروز علی نیست که هم غور بزنه هم بخواد ویدیو بگیره ما دوربین گذاشتیم رو پایه این برگ سیر که میبینید مامان تو فریزر داشته قبلش شسته خورد کرده گذاشته فریزر الان فصلش نیست درسته؟ بله الان نیست آره برگ خب. سیر نیست اینم حالا ما داشتیم خواستیم بهتون آموزش بدیم در ادامه بهتون میگیم برای این غذای خوشمزه گیلانی باید چی کار کنی؟ الان باید سیر سرخ کنم خب سیر رو سرخ کنیم ولی ببخشین بچه ها من یه جانی دادم تازه که سکته کرده بودم خوب شده بودم فقط دست راستم لرزش داشت دیگه به اکرم گفتم والله به خدا اکرم جایی یه نفر از آلمان برام زنگ زده بود دوست من بود یه نفرم از همینجا به من گفت خانم شهرستانی تو برو تو دریا تازانه برو زیر آب مثلا تو آب برو که پات مثلا کار بیفته من همین کار کردم چون دوتا پام حس نداشت چیکار کردم رفتم تو آب نیم ساعت تو آب راه رفتم اومدم این آب هوایم ساعت 3 بعد بود داغ چیکار کردم اومدم توی شن داغ پاهام اینقدر زدم توی شن اینقدر زدم تو نگو خاک تو سر این کارم نکن وقتی این کار کردم به اکرم گفتم اکرم جان تازه پام حس گیره تو نگو من پام همه زخم زیر خودم خبردار نیستم تا خود اسفالتم خیام پاسران اسفالتم پیاده اومدم بدون دنبایی یا بدون کفش وقتی اومدم خونه گفتم اکرم جان بابا نیست مرا مثلا پاهم من گوشه بس تو بیا پاهم گوشه گفت میام مامان چرا ناراحتی وقتی اومد پاهم من شست چیکار کردم گفت ماما این چیه گفتم چیه گفت پات همه زخمه
تمام پوسته های پایم زفت الان 4 روز همینجوری تو رخت خواب خوابیدم. الان تازه امروز یه دونه پای یه ذره خوبه ولی اون یکی افتضاحه ولی دیگه حالا قرار بود بهتون بچه‌ها تو این وضعیت اومده بهتون ویدیو آموزش بگیره، بهتون آموزش بده و اینا. اولا که دعا کنید هر چه زودتر خوب بشه، چون خیلی هم میدونید که دست و پاشو دوست داره، دوست نداره. خیلی دوست و پای به خدا خیلی میره دست و پای داره. من هر روز میدوستم ما چی دارم دوستان میدونن گرفته پاش زخم، یعنی اصلا دلتون نمیاد که ببینید، وگرنه براتون ویدیو میگرفتم. خیلی وحشتناک شده کف پاش، چون که قند داره متوجه نمیشد. بعد حالا چرا اینو مامان بهتون گفت؟ میخواست بهتون بگه اگر شما هم دور از جون خدای نکرده قند دارید، حواستون باشه که اگر مثلا کسی به شما یه پیشنهادی میکنه، راهنمایی میکنه، سعی نکنید که خیلی بدون فکر یه کاری رو انجام بدید، چون مامان اصلا پاش حس نداره، متوجه نشد که چه بلایی داره برای سر پاش میاد و اینا. دیگه خواست بهتون بگه شما حواستون باشه دیگه. الان 4 روز خونه هست 4 روز به خدا همینجوری رخت خواب خوابیدم. آره الان به خاطر شما بلند شده و واقعا هم نمیتونه وایسه، ولی با اون حال میریم برای آشپزی که به شما یاد بده. اول مرغ میذاریم بپزه. خب مرغ که گذاشت یک آب میریزیم. درسته. مرغ شسته است. آره شسته. اونم اونجا هم هست. آب تصویر، نه آب تصویر داریم، من آب تصویر میریزم. خب اینو بلند نکنم. خب نمک فلفلشو میزنی؟ نه جوش بکنه بعد فلفل نمک. خب بذار من میارم. خب تو این فاصله که مامان اینو درست کنم اونو میپزه. آره خب مرغو میذاریم با آب بپزه. برگ سیرم مامان داره سرخش میکنه، چون فریزری بود یه کوچولو تفتش میده آبش کشیده بشه، بعد روغن اضافه میکنی. آره خب مامان گفتش که بچه‌ها برای درست کردن برگ سیر وقتی میخوای سرخ کنی، اگر بخوای از روغن جامد استفاده کنی خیلی بهتره، خوشمزه میشه. میخوام گوجه خروش درست کنم، مرزا قاسمی درست کنم با روغن جامد درست میکنم. روغن جامد آره. درست میکنم. خیلی خوش، بغل خروش با روغن جامد خیلی خوشمزه میشه. آره این نکته رو اکرم هم گفته بود. آره. همیشه روغن مایه میریختم، بعد گفتش که روغن جامد خیلی بهتره. من یه بار ریختم دیدم خوشمزه نبود تو بغل خروش ولی بعدم دیگه به بابا گفتم برام یکی خرید دیگه، الان مثلا با روغن مایه درست میکنم. آره روغن جامد. روغن جامد درست. خب دیگه نکته ای هست که اینجا بخوای بگی سبزی رو چجوری سرخ کنی؟ نه زیاد سرخ نمی کنم. آره. مثلا اونجوری بسوزه نه. بسوزه نه. تا خیلی مثلا چی میگم؟ بلادم نیم فارسی. نه اون گیلکی بگو، بچه‌ها میگن گیلکی هم خیلی خوب صحبت میکنی. آره گیلکی بگو. مثلا کم سرخ میکنم دیگه، کم سرخ میکنم. خیلی ها میگفتن تو رو خدا از مامانت بیشتر ویدیو بذار، بعدن یه سریا گفتن از بابا بذار، بعد دوباره گفتن خانوادگی بذاری. به خاطر اینه که ما آموزش‌ها رو با مامان میگیریم، چون که خودتون پیشنهاد میکنید و دوست دارید که مامان آموزش بده. و خیلی ها عاشق صحبت کردنتن، مخصوصا فارسی و گیلکی که صحبت میکنی. به خاطر فارسی به خودم من اول راهنمایی خوندم ولی الان هیچ سوادی ندارم، ولی چوب خوردم تو کلاس. گفتی اون سری هم گفتی به خاطر گیلکی صحبت میکردی. معلم معلم انگلیسی خودکار می آورد میذارد تو دستم اینجوری فشار میداد. به خدا من اسیر بودم. ما این آشپزی رو، یعنی درست کردن این غذا رو از کی یاد گرفتی؟ از صابخونم. این هم از صابخونه؟ آره خدا بیامرزه. آره از صابخونم گرفتم یاد. آره خدا بیامرزه. خیلی زن خوبی بود، خیلی زن خوبی بود. از همه چی که از نظر خروشی همه چی اون یاد به من داد. آره. و اینکه خیلی گفتی این غذا رو هم دوست داری، درسته؟ من عاشق سیر قلیه، عاشق سیر وویج و گوجه خروش، غذای محلی و مرزا قاسمی. خیلی هم بعد تو غذای مثلا مرغی، پیاز خروش، یه روز به شما پیاز خروش حتما. آره حتما، چون یه سری من درست کرده بودم ولی خب مطمئنا تو آموزش بدی بیشتر دوست دارن. آره. یه روز هم اونو آموزش بدی. یه روز اونو آموزش دیم. خیلی خوشمزه پیاز خروش تو محل ما
مثلا مراسم حالا عروسی یا حالا هر چی مراسم باشه اونا بیشتر پیاز خورش درست یه میکنن. غذای مثلا خیلی فوق العاده است مثلا. خیلی خوشمزه، با قیسی با آلو خیلی خوشمزه. میخوای بشینی پات درد میکنه من متف بدم؟ نه ما حتی سرپا یه ذره برسم مری بهتر، چون اینقدر دیگه دلتون نمیاد نشون نمیدم، ولی مامان به خاطر این قضیه جورابم پوشیده، هوا هم گرمه، ولی چون کف پاش زخمه و نمیتونه رو زمین بذاره به این وضعیت. حالا اگه ما یه همچین بلایی سر خودمون آورده بودیم راستشو بگو جلوی دوستان. چی میخوردی از من؟ ما یکم اون درد همون چیزی که خودمون باعثش شدیم و تحمل می‌کردیم، یکم هم چوب مامانو، چون اینقدر حساس بود که بلایی سر خودمون نیاریم. بعد جالب بود همون بلایه میومد سرمون هم از مامان کتک میخوردیم. الان من از شب اول خیلی داره، یعنی تعصب نشستم، یعنی تعصب همینجوری ناله کردم، میگفتم خدا من چرا این بلای سر خودم، من تقصیر دارم، من شوهرم اومد که خانم خدا برای تو چی کار کنی؟ تو میگی خدا مگه بلایتی سر ببرده، تو چری بگم مرده، تو میگی قشنگ گوش بدن، تو وقتی میگی گوش ندی من چی بگفتم؟ من گفتم خدایا چرا بلای خودم سر بردم، چرا کارا بکنم؟ اینجوری گفتی، یا بگم بس چجوری گفتم؟ خلاص با هم بحث کردیم. یکم با هم بحث کرده. یکم با هم بحث کرد. بعد گفت من بیام خانم میخوای غذا داشتیم من بیام بگم نه نمیخواد تو برو من نمیخوام تو بیا اینجا والا سر من باید الان خوابیده اگه بدونه میاد داخل ویدیو امریکا اشتباه زنده یعنی تا این آبش هنوز خوش نشده، یکم آب داره درسته؟ الان که روغن نمیخوای اضافه کنی؟ نه آب خشکه به چون تیزی داره یه آب اگه اونجوری برگ سیر بود یه تفت میدادم فلفل در جون نمک همه رو میرختم روغن هم میرختم ولی چون اینجوری اول آبش کشیده شد. مرغ ما جوش کرد یه جوش میمونه فلفل در جون نمک میریزم اول. بده میخوای من بیارم؟ نه دارم تو بداری من درست کنم. بده اول زرجون میریزی. خب چرا از قبل نمیریزی؟ از قبل نمیریزم، من عادت اینجوری دارم دیگه، یه جوش میکنه بعد میریزم، بعد فلفل میریزم. خب تو عادت داری پس زیاد مهم نیست. نه فرق نمیکنه والا. بعدا اینم نمک میریزم. الان بچه این مرغ ما دیگه باید برای خودش جوش بکنه دیگه، اون هیچی نمیخواد، این باید برسه. درسته؟ الان اینم آبش خوش شد. اگه برگ سیرت مثلا آماده تو فریزر نبود مثلا تازه میخریدیم میذاشتیم یه تفت میدادی سریع چیز میشد. این یه حدودا یه ربع زمان بود آبش کشیده بشه. آره خب این قشنگ چی؟ اول زرچوبه میریزم. خب پس به اینم زرچوبه و آره زرچوبه میریزم. بعد یکم فلفل یه ذره فلفل چون اونجا ریختم بخاطر اینکه آره. بعد نمکم چون اونجا ریختم اینجا کم میریزم که شور نباشه. خب بعد تخم مرغ میزنی ایراد نداره؟ نه خوبه همینجوری. نه نمکش کم میریزم. خب حالا روغن جامد. الان روغن جامد میریزم که روغن جامد واقعا خوشمزه میکنه بچه‌ها. دو ملاقه میریزم. دو ملاقه بس زیادی هست. میدونی چیه ما که راست میگی یا گفتی سبزیش زیاد نیست. من فکر کردم خیلی زیاده. وقتی که اون فریزری هست کمه. اصلا برگسیر تو یه تاب پر درست کنی بازم کم میشه. آره کم میشه. ولی به تعداد غذا میخوام مثلا بدیم به بچه‌ها هست مثلا میرسه به همه. آره اونجوری کم نیست. آره نه کم نیست. چون مامان میگه حیفه آره. میتونی اینو بندازی داخل اون قابلمه. این چین روغن داره حیفه. خب میگم که میتونی اونجا بذاری. آره اونجا که روغنش بره. آره. اینجا منم مرغ یه تف میزنم یه به هم میزنم که بزن مرغ قشنگ پخته بشه.
این مرغ رو زود میپزن. مرغ محلی حالا سیرغلی با مرغ محلی درست میشه. چقدر خوشمزه میشه. تو دوست داری؟ اون همونجوریه. تو خیلی دوست داری، من ولی اصلا شما مرغ دوست محلی- نداری. آره تو سیمین دوست نداری، ولی اکرم محمد اینا دوست دارن محلی مرغ. خیلی آخه با اون خیلی خوشمزه میشه. خب حرفی حدیثی. تی سلامتی تن سرخ به تخم مرغ بزنم بریزم توش دیگه کار نداری. یعنی از اول اینکه همینو تخم مرغ میزنی خیلی سریع میندازی داخلش، نه آره. مرغ کامل به نه بعد. نه اه. اینه میریزم با اون مثلا بفزه که خوشمزه میشه دیگه. هم مرغ هم خوشمزه. خانما این چون تخم مرغ محلیه باید حتما تست بشه که ما ببین این خوبه. میخوای من تست کنم؟ بیا علی بگو بای بگیری. علی ایده لازم بیا بگیر به دستم چون لرزش میکنه نمیتونم خوب بشکنم بچه. بچه علی اومده. این می‌بینی سیرم علی؟ ببین این سیر ما اینجوری کم سرخ میکنیم بچه. خود دونه دونه اضافه آره کنم؟ آره آره. خب ماما اگه قرار بود لپه اضافه کنی بله کی اضافه میکردی؟ اگه خواستیم لپه اضافه کنیم لپه اول خیس میدادیم. خب بعد از شب قبل. آره بعد صبح با همون مرغ میذاشتیم. آها با همون مرغ میذاری به ما با همون مرغ. ولی کسایی هستن چیکار میکنن با سیر تفت میدن، ولی من تفت نمیدم. ولی اونجوریم هست، حالا هر کی دوست داره. خب پس به چند روش میشه؟ آره میشه انجام داد. ولی از اونجایی که مامان گفت دوست ندارم، من چون لپه دوست ندارم. پسرم دوست داره، دخترم صداریم دوست داره. خب اگه میدونستی دوست دارم چون امروز نریم. تو چون گفتی من نهار اینجا نیم. آها چون گفتی خب من اینجوری قشنگ تو ببین. مرغ اضافه میکنی، مامان هم میزنه خوب که خودشو گرفت، درسته؟ آره بعد میریزی داخل مرغ. آره باید خودش خود بگیره. الان این میذارم این خودشو میگیره. ببین بذار خودشو بگیره بعدا بعد نشون میدیم چجوری خودشو میگیره. الان مرغم بیشتر مثلا چی میگن پخته. آره اینو میریزیم بعد مزه اون مرغ خیلی دیگه. آبدار نیست که مامان. نه. شما دوست دارین زیاد آب میریزین؟ نه آره نه الان این مال این برای این بسه. آب آره. کم ریختم الان. میگم ما آب باشیم آب بیشتر بیشتر میریزیم. آره. میریزین. آره ما باشیم چون تعداد ما زیاده به خاطر همون زیاد آره. آبدار میریزین. وگرنه اینقدر کافیه دیگه. این هم آره میریزین قشنگ. آره آره آبش کم میگیره. آره آره اونو الان این خوب شد. الان این دیگه آماده ای. الان این خوب شد بچه ها. الان دیگه چیکار آماده ای. می‌کنی؟ باید خورد کنم. تخم مرغ قشنگ با سیر که هم زدم به هم گرفته باید اینه یه ذره خورد کنم. خورد کنی. کوچولو کوچولو کنم. خب تو زیاد اینجوری کوچولو نه. میکنی یا اکرم همینجوری؟ فکر کنم اکرم مسلمی اینجوری تیکه‌ای میذارم. آها تیکی میذارم دیگه ولی اه، الان این تیکی آه، دیگه یه. آره من اون چون قشنگ بزرگ شد باید اونو وسطش رو تیکه کنم. آره، یه الان کار نگاه خوب. کن الان ببین اینجوری. تیکی. آره اینجوری. خب الان اینه باید چیکار کنم بریزم به تو مرغ اضافه آره. کنی. به مرغ اضافه کنم. مرغم الان پخته هستن. خب میخوای این گازو خاموش کنی؟ باش. داغه. نه داغتی دارم. خب اینو خاموش کردم. الان صدر جان تو من بریزی اینو اینجا نگه میدارم. نگاه داری. خب. آره. علی سبوجو علی دخن. نه همینجوری. الان اینو میریزم تو مرغ. این خیلی خوشمزه دست بدر نه نه یکم داغه. داغه بنویزی نه. بنویزی خب ببین ما تو این میتونی بریزی؟ آره اینجوری نگاه میدارم خودم بهتره. خب اون داغ آخه. آخه اون دستم خوبه این یکی دستم خوبه این یکی لرزش داره. دست راستم چرا من دارم اینجوری شد. خب حالا اینو میریزی داخلش. آره ببین بچه اینو گرفتیم داخلش. دیدی اینو میریزیم دیگه تابه دیگه زنزن داغ حیوانه. باش. ببین این آب که ریختم با اندازی همین آب بود با همین مرغ. ببین آره. اینو الان اجازه میدی که چقدر بمونه تا کاملا مرغ درست پخته بود. آره. سبزی هم که تفت دادی و آره.
آماده است. چقدر اجازه میدی اینجوری بمونه؟ من چون اگر ببینم مثلا مرغ باز یه ذره میخواد بپزه، آره. اینو یه نیم ساعتی میزنم. نیم ساعت. آره نیم و ساعت. اگر نه، اگر مرغ پخته باشه، تخم مرغ و سیرم که قشنگ تفت داده شده باشه، حدود همون نیم ساعت بمونه اصلا کافیه. اصلا آره مزهش بهتر میشه مثلا. آره هر چی یه ذره بیشتر بمونه بهتر. این مزه بهتر به جاده کفه گوشتی. آره. الان نگاه کن همینجوری نگاه کنی اینقدر جا افتاده ولی آره. نه باید بمونه مزه بیفته. ببین این تخم مرغ رو ببین همینجوری من تیکه گذاشتم. آره له هم نمیشه همونجوری میمونه. نه همینجوری میمونه. خب میذاریم تا نیم ساعت دیگه. آره. توی فاصله هم میریم برنجو آره. میشوریم. نتیجه کارم بهتون نشون میدیم. نگاه بکن همون عشان کار خودم. خودت کاشتی بابا؟ آره دیگه عشان خودم همون گوشتم و دیالن دمی کردم. عشان خودم کار نگاه بکن پیاز داخل نگاه بکن چی پیازی سیر عشان محلی نه نسوزن ندم محلیه. باریکلا. پیازا نگاه بکن همه من از چکودم درست کودم جمع کودم عویزان کودم همه میکاره نگاه بکن. باریکلا بابا. بله. بیا میخواستی فلفل بچینی. آره فلفلم بکنم گوجیم که از روی باوردم من روستا باوردم از روی باغ باوردم آیا بنام. چرا اینجا گذاشتی؟ الان گذاشتم دیگه بعد بالاخره زخم نفدم. آره. الان برسیم ای نگاه بکن امی حیات فلفل دلمه نگاه بکن فلفل دلمه ای ماشاءالله نگاه بکن دختر ای نگاه. یادتون باشه بابا تو این حیات خیار کاشته بود. فلفل دلمه نگاه بکن ای چی بزرگه ماشاءالله. ماشاءالله. تعریف میکنه. عشان نسوزنه عشان تند نیه. این فلفل خوراکیه. خوراکی این یکی دلمه است. آره. دیگه بابا الان چیزی بازم کاشتی داخل حیات؟ چی کاشتی؟ ترش خیاره دختره. ترش خیاره. همونی که تو باغ بود. هم باغ بود ترش خیاره الان دیگه بالاخره عشان بلگان عزیزم شده ترش خیاره. او دیگه خیار چیز نیست. دانه بگیرم دانه بگیرم. اینجا میکنی که نشون فلفل ای نگاه بکن ماشاءالله. بشین که برای نهار. عشان تند. الان ترک کنم. بشین برای نهار خوبه. برای فلفل. یادت نره یه چیزی بگی قرار نبود بهشون بگی که به دوستان بگی از ما. دنم از دخترم حمایت کنی اینه تشکر کنی که همچین چیزی براتون ویدیو میگیره تشکر کنید از من. عادی حقیقت دیدی و تشکر بگن که ستاره علیزاده وقت میذاره براشون ویدیو میگیره برای اجی باغ و اجی از ویدیویی که گرفته بودیم خیلی خوششون اومده. بعد گفتن که بازم با بابات ویدیو بگیر. انشالله وقت بکنیم. وقت بکنیم بشیم جمعه اوی او روستا اوی باغ داریم کدود داریم بعدن اوی هر چی بگویی او رو اون ولایتن الان عبدی ام فلفل تنده ای نگاه بکن ام فلفل خوراکی ایسا باید تند. چجوری میفهمی تنده بابا؟ ما خوردم دیگه این جنسش حقیقت جنس اما ان جنس دانی هم رفته بکشتم ان دانه تنده انا حتی اون ریزم تنده انا فقط برای ترشی به بابا گفتم که یکم فلفل بچینه با نهار. حتی ریزنم چون تندو ادم سوزنه همونجوری میخوری؟ نیازی به شستن نداره؟ نه خیلی اون نره حیاته ده تمیزه؟ حیاته اون کسی لغت نزه. خب دیگه بابا هیچی نکاشتی؟ تو حیات؟ چیزی همون نریم دختر جان همون چیزی نریم عشان اینجا البته انجیرم دارن اینم سنجاب. تو این هوا اگه سنجاب نباشه من واقعا نمیتونم بیرون بیام. این انجیرم بابا میگفت خیلی خوبه. آره دارم همینو میگیرم برای دوستان. خیارم که دیگه تموم شده سوخته. اینم درخته. با این درخت چیه؟ جان؟
نه من میخورم تون والا تون دست داره. خب میدونم این دلمه خیلی باید بمونه یا بابا رسیده است میتونی بکنی هرچی درشته بیهتر. دو بکندی. تا؟ نه یه بکنم. بکن. ام کوچیک. نه اینا پس درشتر اینا رو میتونی بکنی درشته نه ای. به به چه غذایی درست کرده مامان نمیخوای حرفی بزنی؟ ولی سیر قلیه قشنگ الان جا افتاده خیلی خوب شد. بعد ما به سیر قلیه با برنج دمی میخوریم. دمی باید یک مقدار نرم باشه. آره. از چون برنج اگه خشک باشه این خروش بریزی و آبش یه ذره بریزی خروش برنج خیلی خشک میشه. آره آه. به خاطر اون مامان کته دوست داشت آره. و کته گذاشت این غذا رو با برنج خیلی سرو میکنن یعنی با برنج خوشمزه تره حالا آره. نونم میشه خورد ولی نونم شه خوردن. آره ولی برنج من خیلی خوشمزه. ببین بچه ها نگاه کن تخم مرغ چجوری شد. نگاه کن درسته. نه درسته گذاشتم همون خوردم گذاشتم. آره فوق العاده میشه این غذا. مرسی از مامان که امروز وقت گذاشت آموزش این غذای خوشمزه ایلانی رو داد با اون که گفت همونطور که گفت باش درد میکرد ولی دوست داشت که این آموزش رو براتون بذاره من بلدم مامان خوب داشت میگه بذاره. امیدوارم که درستش کنی لذت ببرید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. ممنون که حمایت میکنید. اگر تازه وارد کانال ما شدید یادتون نره سابسکرایب کنید زنگوله رو فشار بدید که ویدیوهای ما برای شما نشون داده بشه. اینجا خرش که دارم میستداره حمایت مرسی. به بابا گفته بودم بگه حمایت کنه بعدن گفتش که چی بگم بلد نبود. مامان دیگه اینقدر ویدیو گرفته وارد شده. اینم فلفلیه که بابا از باغ خونه ما اینو داره. آره رفتم ویدیو گرفتم برای بچه‌ها. این همون فلفل شستمش کنار غذا سروش کنیم. مرسی که همراه ما هستید. خیلی خیلی دوستتون داریم. تا آموزش‌های دیگه ویدیوهای دیگه خدا نگهدارتون. خدا حافظ شما. خدا حافظ.